سلام و درود هم ملت عزیز، هم خون عزیز، هم تبار عزیز. خودم هم از تاجیکای خراسان یا امون نام جعلی کثیفی که به نام افغانستان است که بعضی دوستا خراسان قدر معلومات نداره و ما از تاجیکای خراسان هستیم، از پنجشیر هستیم دیگه، مقیم در اروپا. ما هم ملت خود در این شرایط تنها گذاشته نمیتونیم. ملت تاجیک در هر جای باشه یک تن، یک بدن، یک خون است. ما هم در خدمت هستیم، هر وقت، هر زمان، هر چیزی که کار باشه ما هم حاضر آماده هستیم از سر و جان و مال برادر از منطقه، محیط، زمین، خاک، آبرو، عزت، ننگ، ناموس ملت بزرگ خود دفاع کنیم تا بر تروریست های قرغز، بر جنایتکارهای قرغز بفهمانیم که اینجا ملت بزرگ تاجیک است، اینجا ملت بزرگ رودکی و خیام و مولانا جلال الدین محمد بلخی، دیار سعدی شیرازی است، دیار کسایی است که انگلیس شکست داده، امپراتوریا را شکست داده، مغول ها را شکست داده، پاکستان، شوروی، هر آن کسی که بر ملت تاجیک تاخته، این ملت بزرگ به نام تاجیک شکست دادش و امروز هم از گذشته کرده محکمتر، قویتر، با ارادتر، منسجمتر حرکت میکنیم و هر جایی که دشمن بخواه که اهداف شوم خود بالای ملت بزرگ تاجیک، حتی بالای حیوان ملت تاجیک بخواه کار بکنه، ما تاجیکا برای ما فرض است در هر سر دنیا هستیم علیه اینمی متجاوزگر بیستیم، بر دهنش بزنیم تا عبرت شا بر دیگر متجاوزین. زنده باد ملت تاجیک، زنده باد تاجیکستان عزیز، به پیش زنده باد ملت آزادی خواه تاجیک.